أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت یکایک حضار محترم که در مسجد حضور دارند و همچنین خدمت خواهران عزیزی که در نمازخانه وجود دارند و خدمت قرآن آموزان عزیز، میهمانان گرامی و خیر مقدم ویژه دارم خدمت نایب رئیس هیئت فتوا جناب شیخ محمد علی امینی حفظه الله و رئیس معاونت امور قرآنی حافظ علی محبی پور و امام جمعه محترم روستای گیزی سید محمد زاری و مسئول بخش مرکزی شمالی شیخ مصطفی مشکینی، مسئول کمیته حفظ شهرستان سید ابراهیم سالارزی و همه عزیزانی که از راه دور و نزدیک به محفل ما تشریف آوردند، کدومتان مبارک. نگاه به وظیفه 7 ساله، وظیفه خود می‌دانیم که آماری از دارالقرآن را خدمت اولیای محترم و مردم روستا گزارش بدهیم. ابتداءً آمار کلی دارالقرآن را به عزیزان می‌رسانم که دارالقرآن از سال 1393 تا به الان به صورت تابستانی و به صورت زمستانی فعالیت میکنه. فقط یک سال و 6 ماه تا 2 سال به علت بیماری کرونا تعطیل بوده که مفیدش بوده 7 سال. این 7 سال تا 7 سال و نیم. در این مدت 7 سال توانسته تقریبا 90 نفر در دارالقرآن قرآن رو پایان برسونند و 2 نفر هم کلام الله مجید رو حفظ بکنن و سومیش هم انشاءالله در همین امسال محمد بریک بتونه کلام الله مجید رو تمام بکنه و شعبه خواهران دارالقرآن از سال 1400 شروع به فعالیت کرده. برادران 93، خواهران هم سال 1400. تعداد 4 مدرس که همگی 5 سال متوسطه رو اون قدیم رو گذراندن در این دارالقرآن فعالیت میکنه. روش کار دارالقرآن به این منوال است که از کلاس اول ابتدایی تا 5م ابتدایی مبانی و راهخوانی قرآن و تجوید قرآن یاد میگیرن. 5م رو که تموم کردن کلاس حفظ و آموزه های قرآنی داریم. تابستون به صورت فشرده کلاس حفظ برگزار میشه، یعنی که از ساعت 6 صبح در دارالقرآن حضور پیدا میکنن، صبحونه رو در خود دارالقرآن صرف میکنن، میرن خونه نهار رو میخورن، در خود دارالقرآن استراحت میکنن ظهر تا عشا در خدمت دارالقرآن هستن. ولی زمستون فقط مرور محفوظات به اضافه آموزه های قرآنی و دروس دولتی. این روش کار دارالقرآن میباشه. اما موفقیت هایی که توانستیم در سال 401 402 کسب کنیم، در این مدت تونستیم 10 نفر برادر و خواهر در دارالقرآن قرآن به پایان برسونند که به این منوال نشونی باشد که 1 سید عمران سالخانی، 2 سید عبدالرحیم احمدی، 3 امید شبانی، 4 نایف بزرافشان، 5 عبدالنور زایی، 6 وحید سرکوی، 7 امیر محمد قادرپور، 8 اسماعیل کریمی، 9 سید ساریعی سالخانی و 10 هم بشرا برید. امسال 3-4 نفر کمتر از سال قبلی به علت اینکه کیفیت بردیم بالاتر و کمیت بردیم پایین. اما مسابقاتی که شرکت کردیم، مسابقه مجازی خنج که 881 نفر شرکت کردن از بین 3 استان. 8 نفر از دارالقرآن توانستن در این مسابقات مقام کسب کنند که بیشترین روستایی که توانست در بین 3 استان مقام کسب کنه روستای باورد بود. دومین مسابقه مجازی قربت الوسطی که سهم جنوبی برگزار کرد در 2 بخش متوسطی. اول متوسط نفر از قرآن آموزان ما شرکت کردیم که نفر اول دومش قرآن
مسابقه قرائت بخش مرکزی شمالی که به میزبانی ارمک بود، ما 18 نفر خواهر برادر نماینده داشتیم که 8 نفرش به فینال رفتن، یعنی مسابقه شهرستان بندرمنگه. در فینال هم از 8 نفر 5 نفرش مقام کسب کردن که بیشترین روسایی که مقام کسب کرده بود در فینال هم روسای باور بود. بعد مسابقه اولین دوره حفظ نهاد امور قرآنی اهل سنت به جنوب ایران که 6 نفر ما نماینده داشتیم در حفظ، 3 جز و 5 جز در حفظ که هر 6 نفر مقام کسب کردن. در 3 جز محمد شبانی اول شد، در 5 جز سید مهدی احمدی دوم، شهرام سنتی و محمد بری مشترکاً سوم. در 10 جز هم معین نعمتی اول شد و خواهران من تنها نماینده‌مون در 3 جز سوم شد، ستار خانم حفصی شبانی. در مسابقه فینال 6 نفر از طرف شهرستان بندرمنگه به عوض اعزام شدن که 3 نفرش باور بودن. نصف اعزام شدگان شهرستان از طرف باور بود که 1 نفرش توانست بین 3 استان و 14 مجتمع که 10 مجتمعش حضور داشتن نفر دوم 3 جز بشه، جناب آقای محمد شبانی. مسابقه ورزشی شهرستان داد سید عبدالحمید سامانی اول و مسلم زارعی دوم. دو میدانی جناب عبدالرحیم بیجاد دوم، اویس زارعی چهارم. و مسابقه کشوری امسال ما تونستیم 3 نفر از قرآن آموزان به مسابقه کشوری اعزام بشن. اولیش حافظ قاسم بدرخشان از طرف هلال احمر مدرسه کوهیج به تهران اعزام شد، چون اولین دورش بود و حفظ کرد بود، مقامی کسب نکرد. دومین نفرمون هم جناب حافظ معین نعمتی در 10 جز از طرف مدرسه دولتی شهر کوهیج فرستاده شد که مقامی کسب نکرد. اما سومین نفرمون جناب آقای عبدالحمید شبانی که از میان 14500 نفری که شرکت کردن توانست مقام اول کشوری حفظ بنجوز زیر 16 سال استان البرز شهر کوسال رو کسب کنه. اما نکته مهم، بعضی از اولیا فکر میکنن اگر دانش آموزان درس دولتی رو بخونن درس دینیشون ضعیف میشه. در تئوریش بده، بعض از افراد هم اولیا اینو تلقین میکنن که روی بچه فشار میاد سخته و این باعث میشه که بعضی اولیا به این سبب بچه هاشون از یادگیری قرآن و از یادگیری آموزهای قرآن محروم میکنن. این تو تئوری تو روی برگه بره ولی توی عمل اون چیزی که جلوی بنده است خلاف اینو نشون میده. ما 2 نفر کلاس 8م داریم تو دارالقرآن هم. هر دوتاشون نفر اول و دوم. نفر اول کلاس 8م جناب آقای شهرام سنتی با معدل 1971. نفر دوم جناب آقای سید مهدی احمدی با معدل 1852. کلاس 7م ما نفر دوممون دوباره زمستون تو دارالقرآن بوده، جناب آقای محمد کریمی. نفر سوممون در دارالقرآن محمد سیدی با معدل 1914. نفر چهارم علی حسن زارعی دوباره تو دارالقرآن. نفر پنجم محمد شبانی بازم تو دارالقرآن. یعنی رقابتشون بین خودشونه و این ثابت میکنه که در دروس دینی لطمه‌ای به دروس دولتی نخواهد زد. و در آخر تشکر میکنیم از مدرسین و مربیان زحمتکش دارالقرآن حسینین باقر که بی‌وقفه و بدون هیچ چشم‌داشتی در دارالقرآن دارن خدمت میکنن.